سلام، من لیلیم و امشب براتون یه قصه خیلی جذاب آوردم. میدونین پدر و مادر اصلی ما کیا هستن؟ تو قصه امشب براتون میگم که پدر و مادر اصلی ما چه کسانی هستن. تو افسانه‌های قدیمی ایران باستان اومده که اهورامزدا اولین انسانی که آفرید اسمش کیومرث بود. وقتی کیومرث میمیره و پیکر اون روی زمین افتاده، از بدن اون نطفه‌ای خارج میشه که با مادر طبیعت ارتباط برقرار میکنه. در نتیجه این ارتباط مادر طبیعت باردار میشه و از نطفه کیومرث گیاهی رشد میکنه به اسم ریواس. این گیاه بعد از 40 سال 2 جوونه میده و این 2 جوونه به هم میپیچن و همینجور رشد میکنن و در هم تنیده بالا میرن و میشن اولین زن و مرد اساطیری جهان و اسم اونها هست مشی و همه ما در اصل حاصل ازدواج مشی و مشیانه هستیم. حالا شاید بدونید که چرا تو روز 13 به در رسمه که سبزه به هم گره میزنن، چون که میخوان 2 آدمی که مال هم دیگه هستن به هم بپیچن و زندگیشون رو شروع کنن. یه نکته جالب دیگه هم که هست اینه که وقتی مشی و مشیانه اولین بچه‌هاشون رو به دنیا میارن، انقدر این بچه‌ها شیرین و دوست داشتنی بودن که بچه‌هاشون رو میخورن و اهورامزدا وقتی میبینه که نسل بشر هنوز به وجود نیامده داره منقرض میشه، از شیرینی و نمک اونا کم میکنه تا دیگه توسط مشی و مشیانه خورده نشن. مرسی که گوش دادین، منتظر قصه بعدی باشین.